مطمئنم اینو نمیدونی که اولین آکواریوم عمومی دنیا در سال 1853 توی لندن ساخته شد. برای خیلی آکواریوم یه جاذبه توریستی، برای بعضیا هم درمانگر روحه. اما برای من تکرار بیپایان سوالات ذهنمه. یادآور ناآگاهی و کوچک بودنمه. چطور میتونم در مورد خلقت یا عدالت نظری بدم؟ چه برسه به اینکه قضاوتی داشته باشم؟ وقتی حتی نمیتونم درک کنم چطور هزاران ماهی کنار هم میرقصن بدون هیچ برخورد یا اشتباهی. نه تمرینی داشتن، نه راهنمایی. اما با نظمی شبیه به یه موسیقی خاموش، در سکوت محض، در انرژی کل تنیدن. من از دنیای زیر آب هیچی نمیدونم. نه صداهاشون، نه مسیرهاشون، نه دلیل این همه نظم پنهان رو میدونم. شاید لازمم نیست چیزی بدونم. شاید فقط باید یاد بگیرم تماشا کنم که گاهی همین تماشا پاسخ تمام سوالات درونمه.